صبح بروقت هفتم دکامبر بر اثر ترکش گاز و سوختور در مرکز سودای اندنیم در نویه دهنه ولایت سرخندریو در جنوب ازبکستان یک نفر به هلاکت رسیده، 9 تن دیگر با جراحت‌های گوناگون به بیمارستان انتقال دادند. دهنه در مسافه همگی 30 کیلومتر از گذرگاه پختاوباد در مرز ازبکستان با تاجیکستان جایگیر شده، از اینجا تا شهر ترسنزاده همگی 50 کیلومتر راه است. خدمات مطبوعات وزارت حالتهای فوق‌العاده ازبکستان در تلگرام کانالش خبر داد که صبح بر وقت هفتم دکامبر ساعت 3:57 دقیقه در مرکز سودای اندنیم در حدود نویه دینف ترکش گاز به عمل آمد. در نتیجه ترکش یک قسم بنای فروشگاه خراب شده، سوختور به عمل آمد که برای فرو نشاندنش تقریبا نیم ساعت صرف شده است. امچیز گفت 9 نفری که در لحظه ترکش و سوختور در داخل بنا بودند با جراحت‌های گوناگون به بیمارستان انتقال داده شدند و بعد فرو نشاندن سوختور هنگام گذرانیدن عملیات جستجویی و نجات‌دهی از زیر بنای مرکز سودای اندنیم جسد یک نفر هلاک شده را پیدا کردند. سبب ترکش در این فروشگاه هنوز معاین کرده نشده است. تحقیق حادثه را شروع کردند. امچیز گفت برای تحقیق حادثه یک کمیسیون حکومتی تحت رهبری معاون اول سروزیر ازبکستان اوچلبوی رحمتوف به دینف آمده است.